زینالدین داد از جفای در چه حالم کرده ای؟ من که ثروتمند بودم تو گدایم کرده ای. مال من بسیار بود اما نمیدادم زکات. این دلی بیرحمی من فردا چی میگوید جواب؟ به عدد دارا بودم اما خوراکم نان قاق. پیش چشمانم نشستن کمبغل ها در کباب. زینالدین ظالم بودی جور از برایم کرده ای. زیر پای کمبغل ها پای مالم کرده ای. ای خوشا بر حال آنهایی که خوردن مال خود، خوردن و پوشیدن و صرفن در کار خود. ای منی ناخورده را آخر مکافاتم همین. من نخوردم دادمش تا که خورش و زینالدین. آنچه میگویم همه از روی نادانی شده است. با پلی من زینالدین گفتم که لاندانی شده است. قسم گفت زینالدین با ریش زردم، خیانت در حق هیچ کس نکردم. رباخورها مرا مجبور کردن، ز نزد کودکانم دور کردن. شدم بیرون ز خاک تاجیکستان، غریب و بی وطن در ملک لندن. سلام علیکم برادران. امروز میبینیم که در وقتی که مردم در بیرون میمونن خمد میخوره، یعنی کی در شبوی میکنه و چه خیل ریاکسیون دارن.